شنیده بودم، خیلی برای من مهم بود که از زبان شما بشنوم. چی بوده این که پیش بینی کردن که آینده انقلاب کی رهبر میشه کی میاد؟ اینو برای من بگید. به خدا هر کس دست از آقا بکشه ضرر کرده. به خدا این که شهیدن درس گروه من بود. بعد گفت 2 سال اول انقلاب همه ملت ایران مورد امتحان خدا قرار میگیرن. بعد 2 سال سید علی نامی میاد رئیس جمهور میشه. بعد من گفتم خب سید علی خودتی دیگه، خودت میخوای رئیس جمهور شه؟ گفتم من نیستم اون موقع، یه کسی دیگه است میاد رئیس جمهور میشه. بعد چند سال که بگذره آقا امام زمان ظهور میکنن. بعد من خیلی برام تکون دهنده بود. بعدش که آقا رئیس جمهور شد بود دیگه بهشون گفتیم این خاطره رو من بهشون گفتم که بچه ها بهشون گفتم سهلنگاری ها، کوتاهی ها که بعضی از مسئولین در هر بخشی ممکنه انجام بدن که به مشکلاتی منتهی بشه به انقلاب ربطی ندارد. انقلاب پرچم عزت این ملت است و این پرچم رو این ملت در دست استوار خود محکم نگاه خواهد داشت و به فضل پروردگار اون رو تسلیم امام زمان ارواحنا فداه و عجل الله فرجه خواهد کرد.